در حقیقت همین کار هست در جمعیت ما، در حیات ما. از آن جمله من یکان جای شعبهش نیست، بچه ها را بعضا میزنم برای که نمیدونم همین خیلی یک عادت شده است یا که دیگر راه حل مسئله را نمیدونم. البته این خطا است، همه وقت با نغزی گرفتن در کار، با خوبی گرفتن در کار، 10 بارها فهماندن در کار این کم است. راه حل مسئله فقط با گفت و شنید، با نصیحت، با سخنهای شیرین این اولاتر بهتر است. چرا شما مجبور میشید مثلا جزا دهید فرزنداتون؟ باور کنید همین جمعیت ما خیلی است که همین تلفن ها و همین حیات، همین کروگ بچه ها، همین تربیه بچه ها را اون چیزی که ما میخواهیم به همون طرف نمیروند. این طرف میکشن اونا را، او طرف میکشن اونا را. دائم ناراحتیم. چرا دیر کردی؟ چرا بهای خوب نگرفتی؟ چرا با فلانی جنگ کردی؟ همین چرا بسیار است با نسبت فرزندا. از همین سبب همین دیگر بعضا از آدم چی میگه دیگر طاقتش نمیبیاد، خیلی جزای سخت میدهد. پاش ختم میدن، دست ختم، این ممکن نه. گوای آخه اینجا گوای. ولی نادرست است، اما چرا هست در جامعه ما؟ سبب همونا خودشون تربیه خوب گرفتگی نیست. خودشون بی آداب، بی ره. یگان وقت مثلا بیاتون میبود در خردسالی فرزنداتون جزا داده؟ من فرزندان فقط همون برای یگان کاری بدی دزدیه یا که یگان چیزی یک کم کسی گرفتن من جزا دادگیم. نه که برای مثال کارهای بیهوده من گفتگیم باشم. روی اساسی انسان برای رسیدن به همه هدفش فقط تربیت خوبه، راستکاری است. چی جزا داده؟ همین جزا چی میشه؟ همین یک شپلاقش میزنی یا کی یگام ما فقط برای همین یک گوشه تومتی هم برای بدی که باید به شاته و به مشت باید زدن. این روی تربیت انسانگری نیست، یه حیوانگریه. نه خیلی سخت جزا نتی، با مهربانی بچه‌م این کارو ناتوریه، بچه‌م اینا با این راه بره، بچه‌م با این راه بره. هم آدم هم میفهمن. شما فرزنداتون جزا دادین یا گناه؟ البته ما تعلیم تیم اونو باید بفهمن. روی تعلیمی، روی پدری، مادری، بابگی چه خیر رفتگی همین خیلی ما تعلیم تیم. یعنی راه بابگی زدن است؟ نه چرا؟ نه وقتی شما فرزندتون یک گناه کرد چه خیلی میفهمونه؟ آموختن در کار، او را به خوبی فهموندن در کار که همین چه خیلی که پدران ما مایده بده خور بودیم، چه خیلی که ما را فهموندن، همین خیلی ما رو میفهمونیم. اخی مشکل نیست. اما چرا بعضیا راه زدن راهی چون که یا تربیتش همین خیلی اومدگیه، تربیت هم خیلی اومدگیه. با فرزندان رو لطکو میکنن، بعضیا نمیدونن خبرو میکشن. دیدی این خیلی گپا است. خدا پروردگار هم بشه انصافتیه. یک در زندگی ممکن نیست. باید که فرزند با گپ خوب، با معامله نغز باید همونی مثال خطاگی کردگر. نه کو چی بگم، من خیلی زدگی نیستم، خیلی دو قطعی ترساندگی من این کارا نکو بایکده. اکو فرزند زدن گیره و همیده آموخته میشه. همیده. در خردی مثلا شما وقتی یکان گناه میکردید پدر مادرتان شما را جزا دادگی هستن؟ جزا مقصد جزای ما بود که کتاب میخونیم. مقصد جزا برای زدن نیو. من تمام قشیدم 38 سال نه پدرم زده من نه مادرم. مقصد جزای ما برای کتاب خونی بود. اکوی همش وابسته به خودی عائله که تربیت نال برود لکه بچه به هوای رفته. مثلا شما یکم فرزنداتون هم یکم گناه کرده جزا داده؟ نه حتی یکم شب پاتی یا جنجال؟ نه نداده. و چی کار میکرده وقتی یکم گناه میکرد برای خطا بودنش فهمونده؟ سخنی نفس بفهموننش من همین راهو بر رفتن در کار. یک بزرگ میگه که نوآموز را مدح و تحسین و ز تعدید توبیخ استاذ به. حتی معلمین باید اطفال تعدید و توبیخ نکنن، تشویقشان کنن. همینطور والدینم زمانی که آگاهانه و با فکر و با یک منطق خوب
دیگه چیزی رو بدانه میتونه که مطابق از او عمل کنه، میتونه که جامعه را راهنمایی کنه، در آینده جوان شود، بتونه که مصدر خدمت خوبتر و بهتر به وطن و مردم خود شود.